امروز اومدم آموزش بدم چطور توی ساکورا اسکول کنترل بقیه افراد و شخصیت ها رو داشته باشیم. خب اول میریم توی مدرسه و میریم توی همین اولین کلاس. خب و میریم مثلا به این دختر خانوم میگیم که دنبالمون بیاد. دستش رو میگیریم و میریم خونه گرل، هم دختر. دستش رو وی میکنیم، بهش میگیم صبر کنه و از این قسمت لباس کیندرگاردن چایلد رو تنش میکنیم، یعنی این لباس. خب بعد خودمون هم میریم توی اتاق و لباس عروس میپوشیم، همون اولین لباس، یعنی این لباس. بعد میایم پیش اون دختر و اون رو کری میکنیم. حالا میریم با شخصیت بوی، میایم و خود شخصیت گرل یا همون دختر رو کری میکنیم و میذاریم زن. بعد در قالب شخصیت دختر میشیم دوباره، اون یکی شخصیت رو ول میکنیم و حالا با همون شخصیت میریم توی اتاق و حالا هر لباسی که دوست داشته باشیم رو میپوشیم، مثلا همین لباس. و حالا دیدید که شدیم شبیه همون شخصیت. و حالا اگه بخوایم همون لباس مدرسه رو بپوشیم، همین قسمت یونیفرم رو که بزنیم، میشیم شبیه همون دختر خانم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این کلیپ رو لایک کنین و پیجمون رو سابسکرایب کنین.